خاطرات ترسناک شما، قسمت اول. تقریبا چند روز پیش توی خونه تنها بودم و خانوادم به خاطر یه کاری رفته بودم بیرون. ساعت تقریبا 2 شب بود. آسمون قرمز بود و باد واقعا وزش ترسناکی داشت. خونه ما قدیمی و ویلاییه. در خونه رو قفل کردم و منتظر بودم تا پدر مادرم بیان خونه. نمیدونم چرا ولی از بچگی حس بدی به گوشه های دیوار خونمون داشتم و هیچ وقت جرئت نمی‌کردم توی تاریکی به اونجا خیره بشم. نشسته بودم و تو فکر و خیال خودم بودم که یهو حس کردم یه چیزی گوشه دیواره. اولش هیچی ندیدم، اما هر بار که به اون نقطه بیشتر خیره می شدم و پلک می زدم حس می کردم داره واضح تر میشه، که بعد یکم بیشتر پلک زدن خیلی واضح دیدمش.